هرم نیازهای مازلو رو میشناسید؟ مفهوم نیازهای انسان از نظر ما روانشناسا یک مفهوم خیلی مهم هست که بهترین طبقه بندی نیازها توسط آبراهام مازلو انجام شده. آبراهام مازلو یک هرم ارائه داده که توی اون نیازها رو به 5 طبقه اصلی تقسیم بندی کرده. طبقه اول نیازهای فیزیولوژیکی مثل آب و غذا. طبقه دوم نیازهای امنیت مثل نیاز به دوری از ترس و اضطراب، بیماری و اینجور موارد. طبقه بعدی یعنی طبقه سوم نیاز به محبت، دوست داشته شدن و تعلق. طبقه بعدی نیاز به احترام و حرمت نفس و آخرین طبقه هم نیاز به خودشکوفایی. 2 طبقه اول نیازهای سطح پایین هستند و 3 طبقه بالایی نیازهای سطح بالا که اکثر آدم‌ها در طبقات پایین تثبیت میشن و نمیتونن به سمت طبقات بالاتر پیش برن. سلام، عرض ادب و احترام. روانشناسای عزیز و بزرگوار میگن تو این هرم مازلو بعضی از افراد هستن که تو همون طبقه نیازی که هست میمونن و بالاتر نمیرن. علتش اینه که یا خیلی اون نیاز برآورده شده و زیاد و بیش از حد بوده، همون که اسلام میگه افراط، و یا کمتر بوده، یعنی به نیازشون نرسیدن و چون نرسیدن همونجا گیر کردن. میخوام یه بک بزنیم و برگردیم عقب، برگردیم به سال 1401، یعنی جنبش زن، زندگی، آزادی و حتی بزرگوارانی که همین الان با پوشش‌های نامتعارف تو خیابون هستن. به نظرتون توی هرم مازلو کدوم طبقه است؟ نگاه کنید تو کدوم طبقه است که دوستان گیر کردن و بالاتر نمیرن. شهید مطهری از نگاه دین 2 تا مسئله رو مطرح میکنن. میگن ما یه من یا خود عالی داریم، یا من دانی یا خود دانی داریم. این 2 تا چیه؟ میگن ما یه سری نیازهای عالی و بالا داریم که باید برطرف کنیم، این نیازهای سطح پایین معمولی داریم. تقریبا هرم مازلو میخواد همین اثبات کنه. البته اسلام اینو زودتر گفته و سالیان سال بعد اومدن اینو گفتن و چون اینا گفتن خیلی جذابه، وگرنه اسلام هم خود عالی و خود دانی رو گفته و کلی هم روش صحبت کرده. اگه دوست دارین این خود عالی و خود دانی رو بدونید چیه، پیشنهادم اینه حتما کتاب آزادی انسان رو بخونید، چون شهید مطهری اونجا کامل توضیح دادن. البته ما هم در آینده براتون توضیح خواهیم داد. موفق باشید. یا علی مدد.